ألا يا أيها الساقي أدير كأسا وناولها ألا يا أيها الساقي أدير كأسا وناولها کیش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها کیش آسان نمود اول ولی بابوی نافه کاخی سبازان تو ربیک شاید بابوی نافه کاخی سبازان تو ربیک شاید زیتا بی جدی مشکی نه چی خون افتاد در دلها زیتا بی جدی مشکی نه چی خون افتاد در دلها به می سجادرن گین کن گرد پیری مغان گویم به می سجادرن گین کن گرد پیری مغان گویم کی سالیک به خبر نبود زیراه و رسمی منزلها کی سالیک به خبر نبود زیراه و رسمی منزلها شبی تاریک و بی میمن جو گیردم به چنین هایل شبی تاریک و بی میمن جو گیردم به چنین هایی کجا دانند حالی ما
سبک بارانی ساحل‌ها کجا دانند حالی ما سبک بارانی ساحل‌ها. درود تماشاچیان عزیزی تلویزیون سفینه. این برنامه نیز می‌خواهیم همراه شما به یک گوشه خاطره ها برویم و از همان گوشه اسم یک نفر را پیش نظر زنده بکنیم که ما واقعا هم یک زمان در صحنه او را می‌دیدیم. یک شخصیت خیلی بزرگ است، یک شخصیت ناتکرار است، یک شخصیت قوی اراده، یک شخصیت دارای صدای قوی، یک شخصیت صاحب مهارت و یک شخصیت که اسم و نامش را در تاریخ موسیقی کسبی تاجیک برای همیشه باقی ماند. یعنی ما امروز برنامه‌مان را بخشیدیم به هنرمند زنده‌یاد ظفر ناظیموف و امروز در مهمانی ما هستند یک گروه هنرمندان از بخش فرهنگ ناحیه خراسان و در ابتدای همین برنامه بهر ما و شما ترانه زیبای ساحل‌ها را اجرا کردند جانبک سید احمد هنرمند از شعبه فرهنگی همین ناحیه. یک اجرایش خیلی زیبا بود، برای ما پسند افتاد و گمان میکنم برای شما نیست تماشاچیان عزیز و خوش آمدید به برنامه‌مون. رحمت. کارها چگونه رفته ایستاده؟ عین حال کارها خیلی خوب رفته ایستاده است. تشکر که شما ما را دعوت کردید. و شما نیز تشکر که آمدید و یاد ظفر ناظیم رو باز یک بار دیگر به نزد ما آوردید. ظفر ناظیم برای ما یک هنرمند ناتکرار است. ما یک شنونده عادی هستیم که ترانه‌هایشان را دوست می‌داریم. اما شما هنرمند هستید. علاقه‌مندی شما به استاد از کجا پیدا شد؟ همین استاد بودند که به ما یک تکان دادند که ما همین کسب را انتخاب کنیم. سرودهایش به من پسند است. چند سال داشتید که اسم ظفر ناظیم رو شناختید؟ تقریبا 9-10 ساله بودم. پدرم که مخلص استاد ظفر ناظیموف بودند و پیوسته سرودهای آن کس را گوش میکردند و من هم از همانجا الهام گرفتم و سرودهای استاد ظفر ناظیم را زمزمه میکنم، بازخوانی میکنم. پدرتان هنرمند است؟ نه. فقط یک شنونده عادی؟ بله. بسیار مخلص همین استاد هستند. تنها پدرتان یا اهل خانواده؟ نه، اهل خانواده. همه گوش میکنم. از همان دوره‌های کودکی کدام ترانه‌شان در ذهن شما ماند، در خاطرتان ماند؟ غزل از حافظ که باز خواندیم و ساحل‌ها و بعد همه سرودهای استاد خوب هستند. بله. همش ماندگار هستند. بسیار سروداش هست. روی برو، باز مادر. کدام سرودهایشان برای شما بسیارتر پسند است؟ برای من بسیارتر سرود مادر. یک ترانه دیگر خیلی زیبا دارند، ای ساربان آهسته‌ران. بله. گوش میکردید همین ترانه‌اش؟ بله گوش میکردم. قریب که همه سرودهای استاد رو من از یاد میدانم. و شما گفتید که از دوره کودکی گوش میکردید و همه ما میدونیم که در هر یک مرحله حیات محفل ها چرابینی های گوناگون گذرانده میشن. مثلا در مکتب محفل های گوناگون هستند. شما در همون محفل ها اشتراک میکردید؟ سرودخوانی میکردید؟ بله اشتراک میکردیم. سرودهای ظفر ناظیم را میخوندید؟ میخوندیم. و حالا که هنرمند هستید برای شما مشکل است مثلا بازخوانی کردن ترانه های استاد و یا آسانتر است؟ نه، اکنون حاضر خیلی با ما آسانتر است. به خاطر اونه که در سطح کسبی از خود کردید موسیقی را؟ بله. و بیاد باز اگر خواهش کنیم که ترانه دیگر بازخوانی بکنید، کدام ترانه رو میخوانید؟ رو برو. یک ترانه خیلی زیباست و سخنهای خیلی زیبا دارد. بله. یک تصویر خیلی زیبا در همین شعر ما میبینیم در آفریده شاعر زنده یادمون بازار صابر که آهنگ خیلی زیبا هم بستن استاد ظفر ناظیم. خیلی خوب میشود اگر همین ترانه رو پیشنهاد کنیم. من باور دارم که به همه تماشابینان تلویزیون سفینه و هم مخلصان استاد پسند میافتد. نرمد. تشکر.
برو دیلم را پر کردم زی هر باب روی برو دیلم را پر کردم زی هر باب چون جامدان نیکم پی از جامعه کفن با چون جامدان نیکم پی از جامعه کفن با بیهوده من دویدم دریا وجود گرفته بیهوده من دویدم دریا وجود گرفته گل ماهی را دیگرها از آبی رو گرفته گل ماهی را دیگرها از آبی رو گرفته فیل که زندگانیست صد فن بود در این فن یعنی که خاک خون است مانندی سایه رفشم من تگمه صدایم در پشتی دری تنگ من تگمه صدایم در پشتی دری تنگ هر قدر می فشارم آن قدر می زنم زن هر قدر می فشارم آن قدر می زنم زن با پنجه فشرده من آمدم به دنیا با پنجه فشرده من آمدم به دنیا با پنجه فشرده من می روم زی دنیا با پنجه فشرده من می روم زی دنیا با پنجه فشرده من می روم زی دنیا دوستان خوب تلویزیون سفینه یادرس میکنیم که این برنامه خاطره هاست و امروز در مهمانی ما قرار دارند هنرمندان از ناحیه خراسان و امروز ما همراهی همین هنرمندان یاد خواهیم کرد از هنرمند زنده یاد ظفر ناظم و ترانه زیبایشان را بازخوانی کردند جانبک سید احمد و یک ترانه زیبایی که به قلم استاد بزرگ صابر تعلق دارند و برای اهل مطربان تشکر میگوییم که واقعا هم همین ترانه رو کاسته نکردن خیلی زیبا اجرا کردن همون طوری که برای ما تاثیر کرد باور دارم که قلب هر یک شما رو دوستان عزیز به تحریک در آورد و باور دارم که یاد ظفر ناظم رو در نزد شما مراتب دیگر زنده کرد تشکر میگویم برای شما برای
اجرایش زیبا، برای نوازش خیلی زیبا. تشکر زیاد. چون درباره علاقمندیتون با ظفر ناظم گفتید که پدر که مخلص بود، ما نیز گوش میکردیم ترانه هایشان رو. گفتید که همیشه که همون صدا در فضای خاندانی ما بود، ما نیز از همان ترانه ها بهره‌ور بودیم و شاید همان ترانه ها قلب شما رو به تحریک درآوردن، شما رو وادار کردن که هنرمند شوید، یا نه؟ بله. شما کی معلوماتی کسبی موسیقی گرفتید؟ کدام سال آمدید و در کجا تحصیل کردید؟ سال 2011 بعد ختم مکتب میانه به دانشکده فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسنزاده داخل شده. سال 2016 آن را ختم کردم. به ناحیه برگشته عین حال در بخش فرهنگ ناحیه خراسان کار و فعالیت کرده ایستادم. چند سال از کار میکنید؟ قریب 7 سال شد. گمان میکنم ترانه های زیادی هم ایجاد کردید. بله. یک صدای خیلی زیبا دارید، صدای قوی دارید. فقط نگوید که در آزمون تاجیکستان و وطن عزیز من اشتراک نکردید. خوشبختانه طول 3 سال می شود که اشتراک میکنم در همین آزمون. در دور یکم همین آزمون من سرود شادروان استاد ظفر ناظم رو سراییدم. کدام سرود را؟ جانا به ناز میرفت. سرودی کلاسیکی. بله. غزل از حافظ شیرازی بود و در دور دوم باز از همین استاد باز یک غزل دیگر سراییدم. کدام غزلشان رو؟ تبسم. در ژانری کلاسیکی بود این هم. من سراییدم و خوشبختانه سزاوار جای افتخاری گردیدم. من گمان میکنم که پیشنهاد همین آزمون ها ببینید که چقدر هوسمندی مردم را زیاد کرده است در بخش های خیلی گوناگون. مثلا در آزمون تاجیکستان وطن عزیزی من ببینید چگونه چهره های نو روی صحنه آمدن، چگونه امکانیت های داده نشد به جوانان. چقدر هوسمند گردیدن چهره ها، استعدادها. و از طرف دیگر مردم نیز خیلی خوب قبول کردند. و حالا که ما برنامه امروزمان را که بخشیدیم به هنرمند زنده‌یاد ظفر ناظم و ببینید که با ترانه های این هنرمند شما چقدر تجربه گرفتید و مهارتتان را نشان دادید. از خود نشان دادید که شما کی هستید، چگونه مهارت و استعداد دارید. همینطور نه؟ بله. باز کدام ترانه‌شان را میخواهید بازخوانی کنید؟ ما با همراهی مطربان سرود مادر را کار کردیم. حاضر باشد پیشکش بینندگان میگردن. درباره همین ترانه چیزی میدونید؟ شعر از نظر یزدان. بله. و آهنگ نیز از استاد است. و یک ترانه خیلی زیبا است و یک ترانه هست که من گمان میکنم تنها به مادری ظفر ناظم بخشیده نشده است. به کل مادران تاجیک بخشیده شده است. یک ترانه هست که من گمان میکنم که هر یک فردی کشور ما رو به تاثیر نمیگذارد. یک ترانه هست که سیمای مادر تاجیک با همون زیباگیش، با همون مهربانیش، با همون خاکساریش در همین ترانه گویا انعکاس یافته. همین ترانه؟ بله. بیاید همین ترانه رو بازخوانی کنیم. مرحبا. مادر مادر یادی پریشان مادر، مادر مادر چراغی سوزان مادر، مادر مادر چراغی سوزان مادره، ای افسرده و خشکیده در چشمی ترم، افسرده و خشکیده در چشمی ترم، پیوسته چو شاخه شکوفان مادر، پیوسته چو شاخه شکوفان مادره.
مالی قزیل قلعه همه زرد و کبود زردش همه زردالو کبودش همه دو روزی که اناری با پخته رسید زردابی دلی مادری من رو زده بود روزی که اناری با پخته رسید زردابی دلی مادری من رو زده بود می گفت بلایی سری تو در جانم ناسوده بو سرگشته بلا گردانم دردم به دلش گریفت تو داغم به جگر زرداب و زهیر گشته مادر جانم دردم به دلش گریفت تو داغم به جگر زرداب و زهیر گشته مادر جانم نیزاری رهی خانه مادر همدم فریادی نی خشکیده ایستان به علم رفتم رهی نیزارو بیدیدم مادر پدرش شده افزون و مدارش کمی کرد رفتم رهی نیزارو بیدیدم مادر قدرش شده افزون و مدارش کمی کرد ناسوده زمستان و بهاران مادر نادیده جهانی نا بسامان مادر بیش گفته گلی امید و گلدانه اون خشکیده به مثل شاخی ریحان مادر بیش گفته گلی امید و گلدانه اون خشکیده به مثل شاخی ریحان مادره کوه پاره ای تا بشر مرمر به کمر از جلوه ای تا و سنگی مرمر چی اثر سر چشمه ای تا و شهری مادر شیری لب تشنه نشسته مادرم جایی دیگر چشمه ای تا و شهری مادر شیری لب تشنه نشسته مادرم جایی دیگر مادر مادر یادی پریشان مادر مادر مادر
سوزان مادر 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 چراغ سوزان مادره. در هوای همین ترانه زیبا با عرض احترام خاصه به غمخواری و مهربانی مادر تاجیک و با یاد پاس خاطره هنرمند زنده‌یاد ظفر ناظم به برنامه امروزه خاطره ها حسنی انجام میبخشیم و در انتها آرزوی آن را داریم که بگذار که مادران ما همیشه خرسند و خوشکام باشند و بگذار که ترانه های استاد ظفر ناظم در خاندان ما صدا بدهند، زیرا که این ترانه ها از قلب سراییده شدند و طبیعی است که به قلب های ما وارد شدند و هر لحظه ما از شنیدن این ترانه ها یک حسیات خیلی زیبایی را در قلب هایمان احساس میکنیم. دوستان عزتمند، همراه شما بودم زرینه رحیمی و هنرمندان از ناحیه خراسان. خیر عزیزان، تا بازدید.